بیل گیتس وقتی بچه بود مادرش همیشه بهش میگفت تو زیادی کتاب میخونی، برو با بچه ها بازی کن. بیل میرفت تو اتاقش، در رو میبست و تا صبح کتاب میخوند. سالها بعد همون بچه خجالتی که تو مدرسه تقریبا هیچ دوستی نداشت شد ثروتمندترین آدم دنیا. یه روز ازش پرسیدن راز موفقیت چی بود. بیل یه لحظه ساکت شد، لبخند زد و گفت من هیچ وقت نخواستم محبوب ترین بچه‌ای کلاس باشم. من فقط میخواستم اون بچه‌ای باشم که وقتی همه خوابن هنوز داره یه چیزایی یاد میگیره. بعد آروم اضافه کرد مادرم فکر میکرد دارم خودم رو تنها میکنم. نمیدونست من دارم بهترین دوستای عمرم رو پیدا میکنم. کتاب‌ها، ایده‌ها، سوال‌هایی که هیچ کس جرئت نمیکرد بپرسه. اون روز فهمیدم توسعه فردی یعنی این که به جای اینکه دنبال تایید بقیه باشی، خودت اونقدر جالب کنی که خودت دلت بخواد هر روز با خودت وقت بگذرونی و وقتی خودت عاشق خودت بشی دیگه لازم نیست کسی بیاد و بهت بگه تو خاصی.